در گذشته مسلمان ها نه تنها استادان علوم و کشفیات و اختراع های هر ساحه بودند، بلکه در علوم طبی نیز سهم بی‌نظیر داشتند و اولین بیمارخانه ها را در عالم آنها بنیاد کردند. در عصرهایی که عالم چی بودن بیمارستان را نمی‌دانست، مسلمانان بیمارستان های را با شرایط عالی بنیاد کرده در خدمت مردم گذاشته بودند. بیمارستان های آن زمان دو نوع بودند، یکی به شکل امروزه بناهای برقرار، نوع دیگر بیمارخانه های سیار. مورخان میگویند که در هر شهر، حتی شهرهای خرد نیز شفاخانه ها بنیاد گشته بود که طبیبان حاذق به طبابت بیماران مشغول بودند. بیمارستان سیار یا متنقل عبارت از قافله شترهایی بود که گاه عددشان به 40 می رسید. در شهر و دهه های دوردست گشته بیماران را پیدا کرده معالجه می کردند. دوستان عزیز، در این نوار همچون مثال 4 بیمارخانه از بیمارخانه های قدیمی که مسلمان ها بنیاد کردند ذکر خواهیم کرد. یکم، اولین شفاخانه مسلمانان 1300 سال قبل، یعنی در دوران خلیفه اموی ولید ابن عبدالملک که از سال 86 تا 96 هجری موافق 705 تا 715 میلادی حاکمیت کرده است، تأسیس یافته بود. دوم، دیگری از مشهورترین بیمارخانه های آن دوران بیمارستان العزودی بغداد بود که سال 371 هجری 978 میلادی بنیاد گردیده بود. سوم، اینچنین شفاخانه النوری در دمشق که سال 683 هجری 1154 میلادی با فرمان نورالدین زنکی شاه عادل استاد صلاح الدین ایوبی تأسیس یافته بود. تنها در شهر قرطبه امروزه کرداو اسپانیا بیشتر از 50 بیمارستان موجود بود. حتی تاریخ نگاران اروپایی نیز به این اعتراف دارند که این کشور یعنی قرطبه هیچ گونه آبادی و ترقی نداشت و آن همه آبادی و ترقیات پس از فتح مسلمانان این شهر را صورت گرفت. بیمارستان ها به قسم ها جدا بودند که در هر یک آن بیمارهای گوناگون معالجه می شدند. قسم مخصوص بیماری های درونی، بعضی دیگر خاص برای جراحت ها، دیگر برای بیماری های پوست، قسم مخصوص برای بیماری های چشم یا شکست و بند و غیره. بیمارخانه ها علاوه بر طبابت بیماران باز دانشگاه های طبی ترقی کرده بودند که استادان و شاگردان هر صبح به بیماران گذر کرده از حالت آنها دیدن می نمودند. استاد در مورد هر بیماری به شاگردان ملاحظه های خود را بیان می نمود. شاگردان باشند گفته های استاد را نوشته می گرفتند. استاد با شاگردان نوطبیبش به صنفخانه های کلان مخصوص گذشته برای شاگردان کتاب های طبی مقرر شده را شرح داده به سوال های پیش آمده جواب می گفت. هر بیمارخانه برای خود کتابخانه مخصوص داشت. همچون مثال یکی از آنها کتابخانه بیمارستان ابن طولون در قاهره مصر بود که طبق گفته مورخان در رواقهایش بیشتر از 100,000 کتاب موجود بود. در بیمارستان های بیماری های سرایتی برای عیادت کننده ها لباس مخصوص داده می شد تا به نزد خویشاوندان خود درآیند. چهارم، از جمله بزرگترین شفاخانه ها بیمارستان المنصوری کبیر بود. این بیمارستان در دوران ملک منصور سیف الدین قلاوون در قاهره سال 683 هجری 1283 میلادی تأسیس شده بود. مورخان پهنایی این بیمارخانه را توصیف کرده گفتند که در آن زمانی که اهالی خیلی کم بود، همه روزه در آن 4000 بیمار می توانست طبابت بگیرد.